سلام، من سنم هستم از کانال تلگرامی ایردراپ تل. امروز در کنارتون هستم با معرفی یک ایردراپ که نقد شونده است و لازم نیست که منتظرش بمونیم که لیست بشه. اسم این ایردراپ فرست فیشر هست و ارزی رو که برای ما استخراج میکنه ارز دیزوک هست که برای استخراج این ارز میتونین از طریق لینک دعوتی که زیر همین ویدیویی که میبینین گذاشتیم وارد ربات بشین. با هم بریم که مراحل استخراج این ارز رو ببینیم. روی لینک دعوتی که هستش کلیک کنیم، دکمه استارت رو بزنیم. دو تا گزینه برای ما میاره. یکی ریکاور والت هست برای دوستایی که قبلا والتی داشتن و الان میخوام واردش بشن، و گزینه دوم کرییت والت که ما گزینه دوم رو چون بار اول هستش میزنیم. صفحه که برای ما باز شده دو تا گزینه داره، یکی آدرس و یکی سید فریز. این آدرس اختصاصی فرست فیشر ماست و گزینه دوم یکی از مهمترین گزینه است که باید حتما دقت داشته باشیم. این عبارات سید هستش. این عبارات سید رو یا میتونیم از طریق دکمه که سمت راستش هست کپی بزنیم و یک جایی نوتی جایی سیو داشته باشیم، یا بهتره که بنویسیم یک جایی همیشه داشته باشیم، و یا میتونین اسکرین شات بگیرید. اگه میخواین که در آینده به مشکلی برنخورید حتما این رو یک جای مهمی سیو کنید، چون اگه به این عبارات دسترسی نداشته باشین دسترسیتون به کیف پولتون غیر ممکن خواهد بود. گزینه کرییت رو میزنیم. وارد صفحه که شدین کلیم دیزوک رو میزنین. گزینه بالایی رو اولین سکتون رو بهتون میده و هر یک ساعت حدودا یک بار میاین تو لیول های پایین تر، هر یک ساعت یک بار میاین کلیمش میکنین. اجازه بدین حالا بخشای مختلف رو براتون توضیح بدم که در نهایت نحوه نقد شوندگیش رو هم توضیح میدم. قسمت میشن رو ما داریم که معمولا میدونیم تو قسمت میشن یه سری تسک ها هستش که با اجرای این تسک ها، حالا با وارد شدن به کانال های تلگرامی یا مثلا کانال های یوتیوب و سابسکرایب کردنشون، میتونین یه سری جایزه ازش دریافت بکنین که به ترتیب حالا گزینه اولش که با یک کانال یوتیوب شروع میشه که میتونین کلیمش کنین و جایزتون رو بگیرین. حالا نصب بعضی از اپ ها میتونین یه سری مثلا با فستس والت رو پیشنهاد دادم برامون که میتونیم با نصب این والت ریوارد 10 دیزوک رو دریافت کنیم. قسمت این سابسکرایب که شبیه همون تسکایی که توی بقیه ایردراپ ها داشتیم، هر کدوم رو طبق روال معمول اجرا میکنیم و در نهایت کلیم ریوارد رو میزنیم و بعد دیزوک مورد نظرمون که بودن 5 تا دیزوک میده دریافت میکنیم. بعد فرند اینویشن داریم ما این قسمت نهایی که به نظر من حالا نسبت به یک مقدار کم لطفی کردم برای رفرالگی. گزینه دوم از سمت چپ که طبق معمول بقیه ایردراپ ها گزینه بوست هستش، منتها هنوز قسمت بوستش قابل دسترسی نیستش و وعده دادن که به زودی قابل دسترسی خواهد بود. گزینه فرند رو داریم که میتونین از طریق این تب دوستان خودتون رو دعوت کنین. اینوایت فرند رو میزنین و با استفاده از QR کد یا میتونین لینک دعوتتون رو کپی هم بکنین و برای دوستاتون ارسال کنین. بخش سواب رو داریم که شاید مهمترین بخش این ایردراپ باشه.
گفتیم که این بات برای ما ارز دیزوک رو ماین میکنه. این ارز دیزوک جایی لیست نشده، به جای اون برای ما یک ارزی رو به صورت جایگزین در کنارش قرار داده که این ارزهای دیزوک قابل تبدیل هستن به ارز FTN یا همون فستوکن. این ارز یکی از ارزهای شبکه بهامات هستش که ارز اصلی در واقع شبکه بهامات هستش که فکر کنم با امروز توی بازار قیمتی که داره حدوداً 1.95 هستش. گفتیم که دیزوک حدود 32,000 ارز FTN هستش با حساب قیمت امروز ارز FTN که حدوداً 1.95 دلار هستش. یک چیزی در حدود 0.7 سنت در واقع یک دیزوکمون ارزش داره. حالا چیکار باید بکنیم برای تبدیلش؟ هر دیزوک رو سواب میکنیم، یعنی مقداری که دیزوک رو داریم با زدن این گزینه تبدیلش میکنیم به ارز FTN. الان من این گزینه سواب رو که زدم، چیزی که برای من اینجا آورد you don't have FTN in your wallet، یعنی انقدر FTN تو والت هم ندارم که بتونم فی به اصطلاح تبدیل رو پرداخت کنم. پس باید کیف پولمون رو شارژ کنیم. گزینه بعدیمون گزینه ترانسفر هستش. در واقع با زدن این گزینه اون میزان ارز دیزوکی که ما ماینش کردیم و از طریق گزینه سواب تبدیلش کردیم به FTN، الان FTN رو میتونیم از طریق گزینه ترانسفر انتقال بدیم به صرافی. توی قسمت اول میزان ارزی که سواب کردیم رو وارد میکنیم. توی قسمت دومش آدرسی که میخوایم ارزمون رو انتقال بدیم و صرافی که میخوایم این ارز رو انتقال بدیم که گفتم تو صرافی بینگیکس هستش و من براتون لینک، اگه کسی اکانت نداره توی بینگیکس، من براتون لینک تخفیف رو میذارم. میتونی از طریق لینکی که زیر این ویدیو هستش وارد بشین و ثبت نامتون رو تو صرافی بینگیکس انجام بدین. بعد اینکه حالا میریم سراغ صرافی که بهتون بیشتر توضیح بدم. حالا من برم صرافی بینگیکس. وارد صرافی بینگیکس میشیم و اینجا قسمت ترید رو انتخاب میکنین. تو قسمت ترید بخش اسقاط رو انتخاب میکنین و از قسمت بالا ارز مورد نظرتون رو میزنین و میتونین حالا گزینه مارکت یا لیمیت رو انتخاب کنین، قیمت مورد نظرتون رو وارد کنین و میزان FTNی که نیاز داری، میزانی که ما میخوایم خریداری بکنیم. تا اونجا که من میدونم کمتر از یعنی 5 تا FTN رو نمیتونین خریداری کنیم. ببینین خودش گفته که حداقل FTNی که باید خریداری کنین 5 تا FTNه که یک چیزی در حدود 10 دلار هستش و گزینه بای FTN رو میزنین. اوردر لیمیتتون گذاشته میشه تا براتون خرید انجام بشه. ارزی که الان خریداری شده، ما وارد asset میشیم و یعنی کیف پولمون و اولین گزینه رو انتخاب میکنیم که گزینه FTN رو میبینیم و ارزی که بخوایم انتقالش بدیم. دوستان گفتیم که برای سواب کردن و به اصطلاح تبدیل دیزوک به FTN نیاز داریم مقداری ارز FTN رو داشته باشیم.
برای این کار همین گزینه ترانسفر رو میزنیم و FTN رو میزنیم و آدرس رو وارد میکنیم. این آدرسمون الان کجاست؟ رسیو آدرس. میایم این گزینه رو میزنیم، گزینه settings، از بالا 3 نقطه رو میزنیم، گزینه settings رو وارد میشیم و اینجا ما آدرس کیف پولمون رو داریم، گزینه والت آدرس، از اونجا کپی میکنیم و وارد صرافی میشیم. قسمت asset رو میزنیم و ارز FTN رو انتخاب میکنیم، گزینه withdraw رو میزنیم، گزینه اول آن چین رو میزنیم چون گزینه دوم انتقال داخل صرافی هستش. اینجا آدرس مورد نظرمون رو وارد میکنیم، بعد شبکه مورد نظرمون که باهومات بود انتخاب میکنیم، میزان FTNی که میتونیم انتقال بدیم حداقل میزانش 2.57 باشه. به این رو مد نظر داشته باشین. گزینه نهایی یا همون withdraw رو میزنیم. حالا در نظر داشته باشین که ما دیزوکایی که داشتیم تبدیل کردیم به ارز FTN و با استفاده از اون مقادیری که حالا انتقال داده بودیم کافی شبکه رو برامون فراهم کنه و ما سواب رو انجام دادیم. حالا مقداری ارز FTN داریم. این الان میخوایم این FTN ها رو بفروشیم، میخوایم انتقالش بدیم به صرافی. گزینه ترانسفر رو میزنیم، میایم از قسمت از صرافی گزینه FTN رو که انتخاب کردیم این دفعه گزینه دپوزیت رو انتخاب میکنیم. برای ما شبکه‌ای که هستی شبکه باهامات رو انتخاب میکنیم و گزینه دپوزیت رو میزنیم و تو این قسمت آدرس کیف پولمون رو تو صرافی نشون میده. میایم حالا یا از QR کد استفاده میکنیم یا گزینه‌ای که این قسمت سمت راست هست گزینه کپی رو کپی میکنیم، تو این قسمت اینتر ریسیو ادرس رو وارد میکنیم و به این نحو میتونیم FTN رو که داریم به کیف پولمون داخل صرافی انتقال بدیم و FTN که انتقال دادیم حالا اونجا به فروش برسونیم و دلارمون رو برداشت کنیم. دیگه گزینه خاصی اینجا نداریم به جز این گزینه‌ای که گزینه settings رو نشونتون دادم که آیدی ما رو نشون میده به ترتیب و میزان FTNی که سواب کردیم یا و دیزوکی که ماین شده و آدرس کیف پولمون و آیدیمون که میتونیم و عبارت سید و دیگه چیز خاصی نداره. گزینه لوگ آوت هم که از برنامه خارج میشه. یادتون باشه اگه خواستین گزینه لوگ آوت رو بزنین حتما قبلش این مطمئن باشین که عبارت سید رو دارین.